سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. خورشید فاضلوف را به 7 سال زندان محکوم کردند. واکنش وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده به لطکوب 100 دانشجوی تاجیک و رید ضد مهاجران تاجیک در کتلنیکی. اوکراین از آغاز حمله جوابی به ضد روسیه خبر داد. وزارت مدافع از سوی همخدمتانش لطکوب شدن سرباز اصلدین مجیدوف را رد کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه شهر پنجکند روز 26 ماه سال 2023 ژورنالیست خورشید فاضلوف را به 7 سال زندان محکوم کرد. مرافعه او در بازداشتگاه خوجند 25 ماه تحت ریاست رئیس دادگاه پنجکند آغاز یافته همگی 2 روز دوام کرد. دادگاه خورشید فاضلوف را در همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شناخت. خود او و نزدیکانش این را رد می‌کنند. سازمان‌های بین المللی نیز پرونده فاضلوف را انتخاب مقامات محلی برای مقاله‌های انتقادیش می‌شمارند و آزادی او را از مقامات تاجیکستان طلب دارند. خورشید فاضلوف روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته امنیت ملی در شهر پنجکند دستگیر شد. ابتدا او با جرم گویا اطاعت نکردن به امر کارمندان امنیت به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد و سپس با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به ضدش پرونده جنایتی گشوده او را به بازداشتگاه خوجند فرستادند. ریاست امنیت ولایت سوخت تحقیق پرونده خورشید فاضلوف را روز 2 ماه به پایان رساند. به ضد خورشید فاضلوف بر اساس یک بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع عیب اعلام شده است و او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. در یک سال آخر خورشید فاضلوف علاقه پنجمین ژورنالیست تاجیک است که با اتهام شبه‌آوری همکاری با سازمان‌های ممنوع به پس پنجره کشیده می‌شود. در تابستان سال 2022 با این اتهام ژورنالیستان مستقل تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده دستگیر شدند. دلیر امامعلی به 10 سال، غربتی به 7 سال و 6 ماه و 2 دیگر به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق پرونده‌های ضد این 5 خبرنگار تاجیک و همچنین حکم‌های طولانی ژورنالیستان و بلاگرهای زاده بدخشان را 3 و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستی و بلاگریشان می‌دانند و آزادی آنها را طلب دارند. از جمله 5 سازمان بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشی در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فاضلوف را بلافاصله آزاد و تعقیب ژورنالیستیک مستقل را بحث کنند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از جمله به دلیل حبس ژورنالیستان و بلاگرها باز یک زینه پایان‌تر رفت و در بین 180 کشور در زینه 151 قرار گرفت. با وجود اعتراض 2 روزه ده‌ها تاجر بازار در کولوب با یک قرار رئیس این شهر واقع در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه فعالیت مرکز سودای لوله بازداشت شد. در مهر و قراری که روی آن چسبانیده شده است گفته می شود در اساس قرار رئیس شهر کولوب از 22 ماه سال 2023 تحت رقم 208 فعالیت مرکز سودای لوله از صحنه 25 ماه سال 2023 تا انجام از نفسازی بازداشته شده است. معلوم نیست که آیا این بازار بعد انجام کارهای از نفسازی دوباره به کار ادامه خواهد کرد یا نه. صاحبکاران این بازار تجهیزات تکنیکی از آنکه به اصطلاح جای گرمی آنها خنک می شود راضی نیستند. شهرداری از چند هفته پیش آنها را برای کار در بازار نو واقع در قسمت دیگر شهر کولوب تشویق می کند. بعضی از تاجران ادعا می کنند که آن به نزدیکان رئیس شهر تعلق دارد. در حکومت کولوب این را رد کردند. روز 25 ماه منوچهر اساس‌زاده معاون رئیس کولوب گفت شرایط بازار نو بهتر است. اگر در این بازار از 100 تا 150 نفر جور شود در بازار نو تا 400 تاجر می توانند سودا کنند. مقامداران شهر در شهر رسمی خود می گویند که مشکل لوله در جوابگو نبودنش به طلبات شهرسازی و تنبشوی ماشین‌ها در توقفگاه‌ها واقع در درآمدگاه بازار است، چون حرکت را به داخل شهر
مشکل میکنند. تاجران در نواری که به رادیوی آزادی فرستادند با نشان دادن ازگاه ماشین‌های میگویند که تنها بهانه است برای کوچاندن مجبوری آنها. روز 25 مای 10 تاجر در حدود بازار جمع آمدند. مخالفان بسته شدن بازار که این مکان را چون جای درآمد مهم خود و عائله‌شان می‌دانند به این عقیده‌اند که ضرورت برای کوچ دادن آنها وجود ندارد. مرکز سودای لوله یک بازار مرکزی و عادت شده ساکنان محلی می باشد. هنوز از آخر سالهای شوروی فعال است. یک مایه ناروزگی دکانداران این است که امکان خریدن جای را در بازار نو ندارند. منتقدان میگویند در شرایط بالا بودن میزان بیکاری در تاجیکستان محض بازارها به جای اساسی درآمد همه روزه یک قشر مهم اهالی تبدیل شدند و همه گونه بحران‌های اطراف چنین مرکزهای تجارتی مثل سوختار یا قطع فعالیت که در گذشته بسیار دیده شده است به طور مستقیم به جیب درآمد سوداگران آن ضربه میزند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 مای سال 2023 با نشر یک اطلاعیه ویژه در سامانه رسمیش خبر داد که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک میلیتسیا رحمزاده رمضان وابسته به لطاکو و شکنجه شدن بیش از 100 نفر دانشجویان تاجیک دانشگاه دولتی شهر کمسمولسک لب دریای امور در کشور خباروفسک منطقه شرق دور روسیه و رید مقامات روسیه به ضد مهاجران تاجیک در شهرک کتلنیکی در کنار مسکو و دیگر شهرها به وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال پلیتسیا کالاکولتسف برقه ارسال نموده خواهش کرد که جهت خالصانه بررسی نمودن حادثه های مذکور و تحت نظارتبری قرار دادن آنها مساعدت نماید. وزارت خاطر رسان کرده است که روز 19 مای مقامات حفظ حقوق و امنیت فدراسیون روسیه دانشجویان را در شهر کمسمولسک لب امور صبح هنگام خواب بودنشان رید نموده به آنها بیرحمانه برخورد کرده آنها را به بازداشتگاه بردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عاید به این حادثه از جانب مقامات دخلدار روسیه تفتیشات ادامه دارد. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که همه شهروندان در کتلنیک بازداشت شده پس از تفتیش حجت‌های بود و باششان از شعبه کارهای داخلی این منطقه آزاد شدند و حادثه مذکور زیر نظارت و پیگیری سفارت قرار دارد. طوری به نظر می رسد موج فشار و تعقیب شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. وزارت کارهای داخلی در این اواخر اینک دست کم سومین نهاد دولتی تاجیکستان است که به موضوع موج اخیر تعقیب و فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه واکنش می کند. روز 24 مای وزارت خارجه تاجیکستان در یک اقدام در روابط دوشنبه و مسکو کم سابقه سفیر روسیه در تاجیکستان سمیون گریگوروف را در رابطه با مناسبت بیرحمانه نسبت به بیش از 100 دانشجوی تاجیک در دانشگاه دولتی کمسمول لب امور و دیگر حادثه‌های مربوط به تعقیب شهروندان تاجیکستان در روسیه به وزارت دعوت کرده تاکید کرده است که چنین حادثه‌ها بر روی مناسبت‌های استراتژیکی و اتفاقی تاجیکستان و روسیه مناسب نبوده میتواند به تلاش‌های جانب‌ها برای رشد من بعده همکاری‌ها در ساحه معارف زیان رساند. اداره وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان نیز روز 24 مای خبر داد که رهبر این اداره امید بابازاده به حادثه لطاکوب دانشجویان تاجیک در شهرک کمسمول لب امور روسیه فوراً واکنش نشان داده به همکار روسش تاتیانا مسکالکووا درخواست ارسال نمود. در مراجعه امبودسمن تاجیک به همتای روسش از جمله آمده است از اطلاع واسطه‌های اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی به ما معلوم گردید که صبح بر وقت 19 مای امسال کارمندان اتریاد میلیتای تعینات مخصوص یا امان در یک جایگاه با خدمات فدرالی امنیت و فسب به خوابگاه دانشجویان آمده دوربین‌های نظارتی را خاموش نموده دانشجویان را که یگان عمل غیر قانونی صادر نکردند بیرحمانه لطاکوب نموده حجت‌ها و تلفن‌های آنها را مصادره نمودند. در نتیجه لطاکوب بیرحمانه یک چند دانشجوی تاجیک جراحت وزنین برداشتند که به جراحی نیاز دارند. امید بابازاده از همتای روسش تاتیانا مسکالکووا تقاضا کرده است که جهت معین نمودن سبب‌های دست به عمل غیر قانونی زدن کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر کمسمول لب امور نسبت به دانشجویان تاجیک دانشگاه این شهر دخالت نماید و به تفتیش خالصانه حادثه مذکور مساعدت نماید. مأموریت دانشگاه شهر کمسمول لب امور
سبب رید صبح 19 مای آمان در خوابگاه این دانشگاه را جستجوی دانشجوی تاجیک نامید که گویا به کدام سازمان تروریستی پول گذرانیده باشد، ولی ظاهرا این تنها یک بهانه بافته برای انجام رید بود، زیرا ماموریت دانشگاه اعتراف کرد که این فرضیه پول گذرانی تصدیق نشد و اما دانشجویان تاجیک دانشگاه شهر کمسمالسک شکایت دارند که نیروهای آمان و فسب در خوابگاه تنها دانشجویان تاجیک را شکار میکردند و آنها را شدیداً لطکوب کرده، سپس در رو رفت قطار کردند و تنها بعد این از آنها اوجه پرسیدند. همین طور مهاجران تاجیک از شهرک کتیلنیکی در کنار شهر مسکو شکایت دارند که چند روز باز در شهرک رید آمان ادامه دارد و تمام روز حدود 400 تاجیک را دستگیر کردند. گفته می شود که گویا یک گروه ساکنان کتیلنیکی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره حضور به عقیده آنها بیش از عدد تاجیک‌ها در این شهرک شکایت کردند و از بعد همین شکایت نیروهای پلیس و آمان بالای سر تاجیک‌ها در کتیلنیکی فرو ریختند. تاجیک‌های مقیم کتیلنیکی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند میگویند از طرز تعقیب از خانه‌هایشان بیرون نمیبرایند و همه آشخانه‌های مربوط به تاجیکان از جمله امینه، دیدار و راحت بسته شدند. برخی ناظران امور تخمین میزنند که این موج نوی تعقیبات فشار نسبت به مهاجران تاجیک در روسیه میتواند به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان ربط داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت‌ها حتی از روسیه هم نزدیکتر ساخت. ظاهرا روسیه که به سبب در باطلاق جنگ اوکراین در ماندنش خیلی ضعیف شده است و دیگر توان گرفتن پیش روی خطای را در کشورهای آسیای مرکزی ندارد. برای فشار رساندن به حکومت‌های این منطقه که آن را حوله درونی خود و قلمرو نفوذ تاریخیش می‌شمارد، یعنی قرطه مهاجران کاری استفاده می‌برد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مشاور رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین میخائیل پادالیاک روز 24 مای سال 2023 در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایتالیایی اعلام کرد که حمله جوابی ارتش اوکراین علیه روسیه در بعضی جبهه‌ها علاقه آغاز گردیده است. پادالیاک بدون آوردن جزئیات تنها گفت که حمله جوابی چند روز باز در طول 1500 کیلومتر خط جبهه جنگ آغاز یافته است. در بعضی جبهه‌ها زدخوردهای شدید رخ داده ایستادند. هرچند پادالیاک درباره حمله جوابی تفصیلات نداد، ولی برخی رسانه‌ها می‌نویسند که به ولایت بلگراد روسیه با ماشین‌های زیرپوش وارد شدن سلاح به دستان از کورپوس اختیاریان روسیه و تحولات اخیر در جبهه باخموت را می‌توانند بخشی از این عملیات جوابی ارتش اوکراین باشند. قرار معلوم ارتش روسیه برای بیرون کردن سلاح به دستان از ولایت بلگراد مجبور شد هواپیماهای جنگی نفترین خود تمغه سو-34 را به کار بیاندازد. همین طور پیشتر پژوهشگاه مطالعات جنگ نیز در گزارش روزه خود خبر داده بود که نیروهای مسلح اوکراین در جبهه باخموت به پیشرفت‌های تاکتیکی نوئل گردیده تشبث را به دست گرفتند. این در حالی است که مالک و فرمانده چریکه واگنر یوگنی پریگوژن سانحه 20 مای سال 2023 دعوا کرده بود که با گذشت 224 روز به جنگجویان او میسر شده است که شهر باخموت را که در روسیه آن را ارتیوموفسک مینامند پرغصب نمایند، اما اوکراین آن را رد میکند و دیگر منابع معتمد نیست تا به حال از سقوط شهر باخموت خبری ندادند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بنا به گزارش خدمات مطبوعات کرمل نظامیان در جبهه باخموت را تبریک نموده وعده جایزه دولتی به آنها داد. پوتین بار اول از زرخریدان واگنر همچون نیروهای تهاجمی یا شتورموی اتریادی نام برد. تا این دم پوتین همیشه شرکت واگنر را همچون یک شرکت خصوصی که به محافظت بناها و دیگر ساختمان‌ها مشغول است به قلم داده اشتراک جنگجویان واگنر را در جنگ سوریه، لیبی، سودان و اوکراین را انکار می‌نمود. از ماه اکتبر سال 2022 این جانب زرخریدان واگنر و ارتش روسیه برای اشغال این شهر تلاش دارند. بنا به معلومات استخباراتی امریکا سر از ماه دکبر سال 2022 تا ماه اپریل سال 2023
روسیه حدود 100,000 سرباز خود را از دست داده است که از این مقدار زیاده از 20,000شان کشته شده. تقریبا نصف آنها را زرخریدان واگنر تشکیل میدهند. ولی فرمانده واگنر پریگوژن روز 23 مای در یک مصاحبه پرسر و صدایش در کانال تلگرام آنلاین تلفات جنگجویان خود را 10,000 نفر برشمرد و کشته شدن 10,000 دیگر از اختیاری‌ها و سربازان قراردادی ارتش روسیه را هم تصدیق کرد. در همین مصاحبه خود پریگوژن وزیر مدافع روسیه سرگئی شایگو و دختر و داماد او را زیر توضیحانه تنقید گرفته طلب کرد که برای نجات ارتش روسیه شایگو باید از وظیفه آزاد کرده شود. همچنین او به سردار گنجشتاب ارتش روسیه والری گراسیموف نیز در هفته خواستار از وظیفه گرفتن او و به جایش تعیین نمودن گنرال سرگئی سوروفکین شد. والری پریگوژن در مصاحبه خود تاکید نمود که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را گوش میکند. او از سرگئی لاوروف سر کرده تا دیگر منصبداران روس را تنقید نمود که زن و فرزندان خود را صاحب کردن نمیتوانند و آنها در کشورهای اروپایی و امریکا از حساب مردم روسیه کیف و صفا گرده گشتند. اشاره پریگوژن از جمله به دختر و داماد لاوروف بود که اشتراکشان در یک توی در گرجستان اعتراضها را در آن کشور به بار آورد. پریگوژن گفت باید فرزندان منصبداران بلندپایه روسیه به جنگ سفربر کرده شوند و آنها نیز در قطار فرزندان مردم عادی باید قربانی دهند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت باز یک راننده برای بدرفتاری در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع میلیسیا در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت راننده ماشین تمغه تویوتا کمری رقم‌های قید دولتیش 9999 قیوزد 01 شهروند سلیموف محمد صابر جانویچ سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینو کوچه لرمنتوف دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نام برده افت مذکور را موقتا به اجاره گرفته صحنه 25 مای سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 هنگام حرکت در خیابان رودکی در مرکز دوشنبه نسبت به راننده واسطه نقلیات مسافربر دغلانه رفتار نموده با الفاظ قبیح شر و شرف او را پس زده است. همزمان به حرکت او مانع ایجاد نموده حالت خطرناک و صدمه‌وی را به وجود آورده خود سرانه رقم‌های افت تاکسی را کشوده گرفته است. این حالت در ویدیوی در اینترنت نشر شده نیز دیده می شود. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند سلیموف محمد برای به وجود آوردن حالت خطرناک و صدمه‌وی طبق طلبات ماده 326 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. همزمان با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی وابسته به ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و در نزد دیگر شهروندان پس زدن شأن و شرف راننده تاکسی نسبت نام برده موادهای ضروری ترتیب داده شده به دادگاه ارسال کرده شدند. بنا به خبر دیگر میلیسیای دوشنبه در اساس مراجعت الکترونی یک نفر زن ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی شهروند یتیموف طالب جان توکلویچ سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر وحدت دهه چلمزار دستگیر شد. خود راننده برای شرح قضیه دسترس نیست ولی میلیسیا گفت ضمن سنجش معین گردید که یتیموف طالب جان که همچون مسافر در داخل واسطه نقلیات جمعیتی قرار داشت با زن مراجعت کننده که با راننده واسطه نقلیات جمعیتی اوید به سر زدن صدمه نقلیاتی صحبت داشت مناسبت دغلانه نموده ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند یتیموف طالب جان موادهای ضروری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی به دادگاه ارسال کرده شده است. وزارت مدافع تاجیکستان روز 25 مای سال 2023 با نشر یک اظهارات در سامانه‌اش در پی تحقیق ویدیویی در اینترنت نشر شده خبر گویا از جانب هم خدمتانش لطوکوب شدن و به بیمارستان افتادن سرباز قطاری مجیدوف اصلدین به اساس نامیده رد کرد. روز 24 مای در فیسبوک همراه با چند عکس و ویدیو خبر نشر شد که گویا اصلدین مجیدوف در پی لطوکوب در قسم حربی در بیمارستان شفابخش معروف به بیمارستان قره‌بالای شهر دوشنبه بستری کرده شده است. به گفته مؤلفان مجیدوف را چنان زدند که به ستون مورش آسیب رسیده و دست و پایش از کار مانده است. وزارت مدافع در بیمارستان شفابخش بستری شدن اصلدین مجیدوف را
تصدیق کرد، ولی گفت سبب بستری شدن او نه لطوکوب از جانب ام خدمتان بلکه بیماری موشکاست که نام طبی این بیماری علوی میگین بری می باشد و به خدمت حربی یگان علاقمندی ندارد. بنا به اطلاع وزارت، سرباز قطوری مجید فصل‌الدین سال تولدش 2004 اول ماه اپریل سال 2023 از نویه رشت به یکی از قسم‌های نظامی وزارت مدافعه به خدمت حربی دعوت شده است. این سرباز از صحنه 13 ماه سال 2023 خود را بدیس نموده به نقطه طبی قسم حربی مراجعت می نماید. دکتر نقطه طبی حالت بیماری را تشخیص کرده به او یاری طبی می رساند و والدان سرباز را نیز از وضع بیماری فرزندشان در جریان می گذارند. بنا به نقل مرکز مطبوعات وزارت مدافعه، والدان سرباز صحنه 14 ماه سال 2023 هنگام خبرگیری فرزندشان حالت او را معتدل در می‌یابند و از کماندیران قسم نظامی خواهش می‌کنند که به پسرشان رخصتی دهد، ولی بعد از چند روز به رخصتی برآمدن وضع سلامتی سرباز قطوری مجیدوف در خانه بد می‌گردد و والدانش او را 17 ماه سال 2023 برای تشخیص و معاینه به مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفا بخش می‌آورند. در این خصوص مسئولین قسم نظامی را نیز خبردار می‌نمایند. وزارت با تکیه به سردار شعبه عصب رقم 1 کلون سولون الماسوف تیمور ملک و دکتر عصب شناس امین شعبه قاسم مودل افروز گفت ضمن معاینه و تشخیص پرره معین می‌گردد که سرباز قطوری مجید فصل‌الدین به بیماری علویمی گین بره مبتلا گردیده است و بیماریش به خدمت حربی یگان علاقمندی ندارد. بنا به اطلاع وزارت، عین حال رفت معالجه سرباز قطوری مجید فصل‌الدین تحت نظارت طبیبان بیمارخانه شفابخش و ریاست طبی حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قرار دارد. صحبت با خود مجید فصل‌الدین و نزدیکانش هنوز میسر نشده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشانش در دوام یک شبانه روز گذشته 25 ماه سال 2023 برای از کو فراوردن یک زن مریض روانی در ناحیه اشت و در دوشنبه برای از لیفت برآوردن یک کودک 5 ساله در کوچه عینی پایتخت و گشودن در خانه یک زن ساکن کوچه غلاموف کمک رسانیدند. از جمله روز 25 ماه به قسم نوبداری ریاست حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت ساکنان ناحیه اشت زنگ زده برای از کو فراوردن یک زن ساکن دیهه سرای جماعت دیهات پونگوس کمک خواستند. این زن 43 ساله گرفتار بیماری روحی بوده روز 23 ماه از خانه برآمده است و دیگر برنگشته است. معلوم شد که او به بالای یک کوه واقع در اطراف دیهه سرا برآمده دیگر مستقلانه فرآمدن نتوانسته و همانجا درمانده است. نجات بخشان و طبیبان از ریاست حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه آمده با کمک تجهیزات‌های کوهنوردی به کوه برآمدند و با سخنان نرم زن مریض را به فرآمدن مایل کردند. سپس زن را با ارغمچین بسته با احتیاط به پای آن فراوردند و به دست خویشاوندانش سپاریدند. شام 25 ماه ساعت 18:25 به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یک زن ساکن بنای رقم 55 کوچه عینی شهر دوشنبه زنگ زده خبر داد که پسر 5 ساله‌اش در درون لیفت درمانده است. نجات بخشان از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته در مدت 15 دقیقه توانستند در لیفت را با کمک تجهیزات هیدرولیکی نجاتی در حالت صدمه بکشایند و کودک را بیرون بیارند. گفته می شود که کودک به کمک طبی احتیاج نداشت. همین طور یک زن ساکنی بنای رقم 17 از کوچه اسدالله غلاموف برای گشودن در خانه‌اش که قلفش ناگهان از کار برآمده بود کمک خواسته است. نجات بخشان از ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته با کمک تجهیزات خراطی در خانه این زن را بدون یگان آسیب گشوده دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت چون این حالت‌ها در شهرهای زیاد رخ می‌دهد، به این دلیل کمیته به ساکنان چند توصیه داده است. قلف‌هایی را که خودشان اتوماتیک محکم می‌شوند استفاده نبرید. شما باید همیشه امکانی از بیرون گشودن درتان را داشته باشید. کودکان خردسال را در خانه تنها نگذارید. پیش از برآمدن از خانه حتما تفتیش کنید که کلید از درون در قلف نمانده باشد. پیش از بیرون برآمدن تفتیش کنید که تجهیزات برقی را خاموش کرده اید یا نه. خود را و عزیزان خود را احتیاط کنید. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.